نیروی هوایی 89,000 نفر. پرسنل نیروی دریایی 20,000 نفر. به نام خدا. سلام خدمت شما دوستان عزیز و همراهان همیشگی کانال سلاح‌های جهانی. اگر به این سبک از ویدیوهای ما علاقه‌مند هستید لطفاً از کانال ما حمایت کنید و این ویدیو رو تا آخر ببینید. بریم سراغ این ویدیو. در این بخش از ویدیو میخوایم بریم سراغ مقایسه نیروهای نظامی اسرائیل و ایران. در ابتدای ویدیو میریم سراغ اسرائیل. نیروهای دفاعی اسرائیل 646,000 پرسنل نظامی که 7.4% از کل جمعیت اسرائیل را تشکیل می‌دهند. صد و 73,000 نفر از این پرسنل به طور فعال در حال انجام وظیفه هستند و 465,000 نفر از آنها رزرو شدند. همچنین 8,000 پرسنل شبه نظامی وجود دارد. پرسنل نیروی هوایی 89,000 نفر. پرسنل نیروی دریایی 20,000 نفر. نیروی هوایی اسرائیل کل هواپیماها 601 فروند هواپیما. اسرائیل به عنوان نیروی هوایی 241 جت جنگنده دارد. هواپیماهای تهاجمی 32 فروند. پانزده فروند هواپیمای ترابری. صد و 53 هواپیمای آموزشی. 23 هواپیمای مأموریت ویژه. 11 ناوگان نفتکش. 127 هلیکوپتر و 48 هلیکوپتر تهاجمی. نیروی زمینی اسرائیل به عنوان نیروی زمینی 1900 تانک وجود دارد. 8044 خودروی زرهی در اسرائیل وجود دارد. 650 توپ خودکششی. 300 توپ بوکسل شده و 48 پروژکتور موشک. نیروی دریایی اسرائیل کل دارایی ها 67. ارتش اسرائیل به عنوان نیروی دریایی دارای 7 ناوگروه است. 5 زیردریایی و 45 شناور گشتی. بودجه دفاعی 24 میلیارد و 300 میلیون دلار آمریکا. و بریم سراغ نیروهای نظامی ایران. نیروهای مسلح ایران 1,015,000 پرسنل نظامی که 1.2% از کل جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند. 575,000 نفر از این پرسنل فعال و 350,000 نفر از آنها رزرو هستند. همچنین
90,000 پرسنل شبه نظامی در ارتش وجود دارد. پرسنل نیروی هوایی 45,000 نفر. پرسنل نیروی دریایی 20,000 نفر. نیروی هوایی ایران کل هواپیماها 541 فروند. ارتش ایران به عنوان نیروی هوایی 197 فروند هواپیمای جنگنده دارد. 23 هواپیمای تهاجمی اختصاصی در اختیار ایران قرار دارد. 85 هواپیمای ترابری، 96 هواپیمای آموزشی، 9 هواپیمای مأموریت ویژه، 7 ناوگان نفتکش، 126 هلیکوپتر و 12 هلیکوپتر تهاجمی. نیروی زمینی ایران به عنوان نیروی زمینی 2831 تانک وجود دارد. 7600 خودروی زرهی در ایران وجود دارد. 1030 توپ خودکششی، 2108 توپ یدک‌کش و 2485 پروژکتور موشک در خدمت ایران. نیروی دریایی ایران کل دارایی‌ها 101. ایران به عنوان نیروی دریایی 7 ناوچه دارد. 3 عدد کروت، 19 زیردریایی، 66 شناور گشتی و 1 کشتی جنگ مین. بودجه دفاعی 5 میلیارد و 550 میلیون دلار آمریکا. ممنون که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید. لطفاً با لایک و سابسکرایب از ما حمایت کنید و اگر نظر و یا پیشنهادی در مورد ویدیوهای آینده این کانال دارید لطفاً برای ما کامنت بذارید.